شما مسئله انشاءالله مهر، یعنی خدا خواهد میبرداریم، چون که در اکثر یعنی موردها مهر ادا نکرده سادیان، مهر نداده استیان. ماهیت مهر چیه انشاءالله؟ مهر در گردن مرد چیه انشاءالله خدا خواهد بعد از آن دقیقه ها به شما عزیزان همسو انشاءالله. آیت 21 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسكنوا الیها و اجعل بینکم المودة و رحمه. صدق الله العظیم. من در کتاب سر مطالعه کردم یک چند انشاءالله عملی که مرد دوست می داشته است و یک چند انشاءالله سخنی که در زن معقول نیست، باید این سخنها را ما شما اجرا نکنیم. مرد انشاءالله خدا خواهد آزوش بده است، دائم باید که زنش چی باشد؟ زیب. باید که زنش با شرم و حیا باشد. الحمدلله الحیا من که دیگرش یعنی مرده که آرزوش زنش به اجازتش یگان جا نبره. مرد دوست می داشته است باید که زن خاکسار باشد. زنی که میگه هنرمند باشد. هنرمند زن چی است؟ در پختن، در شفتن، در خانه زیبا کردن. عزیزانی من در همه حالت باید زن هنرمند باشد انشاءالله خدا خواهد، چون که وظیفه زن همین است، از شفتن، پختن یعنی خدا خواهد روفتن یعنی خانه زیبا کردن عبارت است که همین هم مرد دوست می داشته است که دائم خانهش دائم پاک. محترم جماعت انشاءالله در یعنی تربیه فرزند انشاءالله خدا خواهد باید که مادر بهترین انشاءالله معلم باشد. عزیزان مرد آرزو میکنه که زنش یعنی اسرافگر نباشد. یک حکایه خوندم بینین، یک مرد میگه هیزم کش است، دائم هیزم میارده است از مرده که قدش نمیرسن، میلیون از صرف کرده سادیان. 18 کس در یک خانه خوب است، انا میخوای خانه 18 کس باور میکنین من آوای دیدم جاری شد، اما بچه ها سوختم. 18 نفرن، نه در داری سرش بالیشته، نه در تکش بیچاره. کوی بودست که زنها در معقل نبودست انشاءالله خدا خواهد. زنها را معقل نبودنش یکیش انشاءالله خدا خواهد چی بودست؟ از در دورمده حقارت کردن دوست نمی داشتین زن. اکوادا را برای شما میگم، یک مرد میگه زن میگیرد بسیار زن زیبا خوشرو، بسیار خوشرو، مرد بیزید حتی کوزه پوش میگد، نه سیلت صورتی خوشرو داشت میگه. اومده همین فلانچی دخترک احتنا خوشروه گوی اوجه دلگیر میشیده زن. اگه میگفته این مرد قصه میگم دوری حضرت رسولان ده یک مرد مرد میگد وفات کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازش نه حاضر شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب ذوالطاعت، نام پاکش محمدی عربی است، راهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر و این اهل عائله یعنی با شرف با بزرگ. اولا انشاءالله خدا خواهد ما شما عزیزانه و این داماد و عروسه امروزه را انشاءالله با مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارک باد میگیم. الله سبحانه و تعالی بین این دو نوجوان محبت پیدا نماید، آن محبتی که بین آدم و حوا، آن محبتی که بین یوسف و زلیخا، آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه الکبری، آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بود، الله سبحانه و تعالی بین آنها پیدا نماید و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیبی خودش الله
سبحانه و تعالی اله کرامت نماید و چون این روزی خرسندی و شادی را الله سبحانه و تعالی در آینده و کل خاندان ما و شما اله نصیب بدارد و این توی برای هر یکی ما و شما اله مبارک باشد. یکشن انشاءالله امروز سخن درباره انشاءالله خدا خواهد داماد و عروس میگیم و انشاءالله مسئله انشاءالله مهر یعنی خدا خواهد میبرداریم، چون که در اکثر یعنی موردها مهر ادا نکرده سادیان، مهر نداده استیان. ماهیت مهر چیه انشاءالله؟ مهر در گردن مرد چیه انشاءالله خدا خواهد بعد از آن دقیقه ها با شما عزیزان هم صحبت میشیم. از این روز دیده برای هر یک جوان پسر، برای هر یک جوان دختر انشاءالله خرسندی از این زاید نیست، از این شادی زاید نیست عزیزان من. حتی الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن عظیم و شان درباره انشاءالله خدا خواهد یعنی نکاح و درباره انشاءالله محبت بستنی جوان پسر و جوان دختر الله سبحانه و تعالی بسیار تاکید میکند. در سوره روم انشاءالله آیت 21 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسكنوا الیها و اجعل بینکم المودة و رحمه. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. خدا میگه از یعنی نشانه های انشاءالله خدا خواهد یعنی قدرت الله این نشانه های است که میگه ما شما را خلق کردیم انشاءالله خدا خواهد. پدر بزرگواری ما شما آدم علیه السلام انشاءالله خلق کرد. بینن عزیزان من و انشاءالله آدم علیه السلام که طاقت نکرد با دردمگش از قورغه چپش الحمدلله مادر ما شما ماما حوا را الحمدلله آفرید. بینین انشاءالله تا این چی میگد تا این که آرام گیرد و تا این که میگد و جعل بینکم الموده یعنی میگد خدا پیدا کرد در بین شما دوستی را یعنی مهری زن به مرد داد، مهری من زن انشاءالله مرد به زن داد تا اگر یک دیگرش دوست ندارند تا یک دیگرش انشاءالله نزد نبینند این حیات برپا نمیشد عزیزان من. این هم یعنی چی است؟ انشاءالله دوست داشتن یک دیگر است. میگد خداوند تا اینکه بین شما محبت پیدا شود انشاءالله رحمت انشاءالله خدا خواهد رحمت انشاءالله خدا خواهد چی است؟ الهی است و در کنار یک دیگر میگه شما بی آرامین آرام گیرین انشاءالله خدا خواهد تا که از یعنی یک دیگر تو از نعمتی که الله بچه را مرد دختر نه انشاءالله نعمت کرد میگه خدا از این انشاءالله برخورداشین عزیزان من. البته انشاءالله خدا خواهد مرد برای زن یک نعمتی بزرگ است، زن انشاءالله برای مرد نعمتی بزرگ است. از این نعمت بهتر انشاءالله خدا خواهد در دنیا نیست عزیزان من، چون که به واسطه انشاءالله یک دیگر ما انشاءالله از راه شیطان ملعون مرجوم انشاءالله قرار میگیریم و از راه بد میگردیم و از واسطه شیطان انشاءالله ملعومی مرجون انشاءالله دور میشیم و به زنا و با گناه انشاءالله خدا خواهد دست نمیزنیم. برای همین وقتی که دختر کی بچه که انشاءالله خدا خواهد به بلاغت که رسید البته انشاءالله باید ما و شما انشاءالله خاندار کنیم. مناسب انشاءالله که جایش برمد مناسب به بچه مناسب به دختر برمد انشاءالله در رو چکا کنیم انشاءالله ازدواج کنیم تا اینکه از راه شیطان از راه گناه از راه زنا از راه فساد انشاءالله باید که جوان انشاءالله دختر بچه بگردد عزیزان من برای این جوان ها میگم که انشاءالله خدا خواهد باید که انشاءالله امروز که بهترین روزی خرسندی چی است؟ داماد انشاءالله عروس است بهترین انشاءالله خدا خواهد. لیکن این چیزا ابدالابد شود فرزندان عزیز آنانی که هممون زن داریم هممون انشاءالله خدا خواهد انشاءالله زنهایی که در اینجا وجود دارند شوهرها دارند باید شوهرهاشون حرمت کنند. شما هم مردا انشاءالله زنها تو انشاءالله دوست داره زنها تو انشاءالله خدا خواهد حرمت چه بجا بیاره. من در یک کتاب سر مطالعه کردم یک چند انشاءالله عملی که مرد دوست می داشته است و یک چند انشاءالله سخنی که در زن معقول نیست باید این سخنها را ما شما اجرا نکنیم.
مرد انشاءالله خداخواد آرزوش بوده است دائم باید که زنش چی باشد؟ زیبا باشد انشاءالله خداخواد. مقصد این چی است؟ یعنی زیباگی انشاءالله خدا خواهد مهر و محبت جوان نسبت دختر زیاد میگردوند. حتی پیغمبر در حدیث مبارک میگد من میگد برای همسرام خدمت